امیدوارم خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق بدهد خدمتگزاری خوبی برای دین و اسلام و مردم عزیزمان باشیم. یک بار دیگر تکرار میکنم که ما خادم دین مردم و خادم مردم و مدافع حقوق مردمیم. اگر برای خود شأن قائلیم در همین محدوده است، لا غیر. لذا خوب است که ما برای فلسطین تنها دعا نکنیم. اشتباه نشه که میگه یک ملا گفت دعا نکنیم. نه، دعا بکنیم، در کنار دعا اقدام هم بکنیم، عمل هم بکنیم که قرآن ما را مأمور به عمل کرده. خود پیغمبر اکرم هم در غزوات که میرفت، در جبهات میرفت، تنها دعا نمیکرد. امیرالمومنین سیرهش همین بود، سیره خلفای راشدین سلام الله علیهم اجمعین هم بر همین منوال بوده. لذا خوبه که ما برای مردم فلسطین تنها شعار نتیم. به شعارم فلسطین آزاد نمیشه. شعار بد نیست، شب شعر بد نیست، نمیدانم انس با این بد نیست، که در کنارش عمل هم باشد که جمهوری اسلامی دعا را با عمل ممزوج کرد و این نتیجه را داد که انشاءالله این وعده صادق تحقق کامل خود را پیدا کنه که الان در مراحل ابتدایی تحقق هستیم. انشاءالله تحققش اون روز خواهد بود که چیزی به نام اسرائیل وجود نداشته باشه. این کشورها و سردمدارانی که داد از دین و اسلام و شریعت میزند، یک حکم شرعی نیست که در جهاد با اسرائیلی ها کوتاه نیاییم.